سلام دوستان، من احسانم و اگر منو بشناسین میدونین که چندین ساله دارم بر ضد تئوری چوسی ادایی بودن زندگی میکنم. غذای مورد علاقم املته و اگر احتمالاً کنارم یک نفر از این که سوشی چقدر غذای لذیذیه تعریف کنه اون جمع رو ترک خواهم کرد. امروز همسرم، شریک زندگیم و بهترین دوستم مصطفی من رو به جایی بردن که مطلقاً غذاهای با کلاس، سوشی و از این قبیل توش پره. در ادامه ویدیو حالی خوبی از من منتشر نخواهد شد و شاهد فشارها و رنج خوردن من در مدت زمان ویدیو خواهید بود. ممنون. دایره آدمای زندگی من نزدیکترین دایره آدمای زندگی و اینا الان ناراضی که از حضور دارم در زندگی. چرا نمیره؟ من داداش من آدم چیزی؟ خشک پلا چیه؟ پولو یه تجربه جدید به زندگی لازم. این اصلا تا حالا تو ویدیو نمیومد. تو فهمیده غذا خارجی رو نمیتونه غذا بخوره. بابا خودتون بری ویدیو به من نمیخوام برم. بریم اون کانال خودتون بزنید. ببریم اما اصلا ما رستوران درخت داره تو باید یه سه اما به همین درخت املت میزنه. تو چه همین دیگه ما از دو تا دنیای مختلف داریم. چرا من همین قشنگ میگم همین تضاد من به تو قشنگ بریم میگه اسم درخت گردو. آره نه بابا دو درخت گردو اینجوریه. درخت گیلاسه. گیه چه لاسی داداش. این نظری غذا نمیتونی بخوری؟ چه کاتانو هست میتونی بگی نصفش کنی. کاتانو خونم دوتا داریم. داداش میخوام یه میز پر از غذای آقا دارم با شما صحبت میکنه. بعد همینجا با کاوپوری منقل اینجا. این چیه بس؟ چیه؟ این الان مگه منقل نیستی؟ داش غذای خام نیاری واسه من اینجا ماهی تو ظرفش بپره. نه این چرا چیزی؟ از من نخوردم دیگه. من فقط تو اینستا دیدم اینا رو. دوست داشتی بخوری چی؟ من تنها غذای خارجی که دوستان بخورم غذای خیابونی هندیه. کی بره؟ آقا چی میگی کی بریم؟ آقا اونو میگه یک خیابون رو من میخورم. ظرف یا دست یارو رو میمالم میخورم. نداره یکیشو. چیز خوب نمیخوای بخوری؟ داداش اون کانسپت میگم با اون سگیه. اون با من سازگاره. خب اونا خام میخورن نمیخوان. نه همه بپتی. همه رو میگیره یا دست خودش نصفی سوخته است. بهترین غذا خدا سرش قرآن میرم هند. به خدا میرم. این نزده هنده. خدا سرش من و محمد عرف میرم. یاده با یه کشور دیگه. یاده چیه؟ مگه پابجیه مثلا چت بکنی بپری یه جا لند کنی؟ این یه جوری از ژاپن حرف میزنه انگار چند سال زندگی کرده. این غذای چه میدونم این اصلا به مهران باقری 2 سال تو ویدیو ما نیست. اینجا اومده غذا بخوره. میگم مفت میشه کفت میشه. یعنی چی من بشینم تو خونه شما بیاین تو کتاب منو داره. یک کتاب منو داره. دامپینگ ها دامپینگ چیه؟ مگه حرکت بدنسازی نیست؟ دامپلینگه داداش دامپینگ چیه؟ میگو از حالا دیدی آوردی اینجا بخور. واقعا دیدی؟ این چی میگه؟ این چی میگی تو؟ برو اون بر بشین تو. مصطفا داره چه فرقی داره من مصطفا داره. آقا جای بد مگه من میارم کسی رو؟ نودل میدونم چیه. نودل خوردم. این منو رو بگیم اندازه رشته های دانشگاهی این تو غذا هست. من شعورم به چی میرسه؟ نودل. فقط هم نودل داخلش درون نمیتونم برم. کربو چیز، هات بولداگ چیه بده؟ من اصلا این چوب دسته نمیتونم دستم بگیرم چنگال بیارم واسه من نمیدونم چیه. نمیخورم. باید بخوری. باید با تجربه های قشنگ زندگی مواجه بشی عزیزم. میبینی چقدر حس بدی داره. من میبری نصف شب داخل خیابون به من چی میدی؟ سنگال سنم چی میخوام؟ نه من با تو صحبت میکنم چون این اصلا فقط باید بخور. چی بگیریم؟ نه از سالات شروع کن. از سالات شروع. اینا رو میخوام کشورهای ما باشه. مگه چیزی ما بخوریم؟ ناچوس بگیریم. نه ناچوس چیز خیار ژاپنی چی؟ بابا چی گیری به اون حالا دادی؟ نه اسمشو بزنید. بابا مگه ایران خودمون خیار نداره که ژاپنی باید بخوره؟ خیار ژاپنی کوچولوئه. خیار ایرانی هم کوچولوئه. خیار محلی واسه میاره اینقدر. یه ساعت دریایی هم بگیریم. آقا دریا مگه سالاد داره؟ راست میگی دریا مگه سالاد داره؟ توش جلبک نباشه. نه ببین کاهو داره، نعنا داره، زیتون داره، خیارشو داره، لمبون باتر داره، نمیدونم چی. شتر مرغ شتر مرغ.
من 4 تا شهر جابجا شدم. از نصف دنیا غذا گذاشتن رو میز من که چی بشه؟ نه غذاشون بخور. داداش من میرم میز بریم املت بخوریم. خوشگل آفرین غذای خوب برای آدمای خوبه با کلاسه. من نیستم. خداحافظ. بلند چی کتک؟ دیگه الان اومدی. چی گفتی؟ برگشت نداری. بلند چی کتکت میزنم. دیگه راه تیزی برگشت. خیلی وقت من نشون ندادم به تو. دیگه راه برگشت نداری. سه تا در نیاد. باید بشین ناتس. اصلا این چرا اومده اینجا؟ برای تو هزینه کردی. هزینه اینو تاش خودم با پولشو بدم. کی برای هزینه تو کرد؟ هزینه کردی. نه خیر پولشو من میدم. اصلا مشکل ندارم. صدفه؟ صدف اول باید باشه، صدف. آور آقا بخوری. بذار من معرفی کنم. اشتباه شو همین من نون میخوام سیر میشم. فرانسویه. این دوکبوکیه. درسته. ترشی کیمچیه. دوکبوکی چیه؟ ناچوسه. بشقاب مدیترانه‌ایه. این غذای پاردر این غذا پاندرگوفو و دامپلینگه. این چیه؟ سوشیه و اینم سالاد این چیه این یارو چنده؟ شاه میگو داشت. این هر جای پیدا نمیشه. داشت اگه شاه میگو بود که تو بشقاب من نبود. ده من اینو گرفتم. سالاد دریایی. من مشکلم اینه من بریزه. نمیتونم از این استفاده کنم. خیلی دایی بلد چوسی اصلا نمیتونم. کاری نداره که اینه نمیتونم اینه. کار نداره داشت. الان من این ترشی رو بذار بخورم. این مشاوری که بده اونجا. ترشی رو خورد. ترشی خیلی خوشمزه. این چیه؟ اون دوکبوکی غذا اصلی اونجا داشت. توش گوجه. ولی میخوریم دیگه. این گوجه نداره که. اوه تو تونده. ترشی چیزی تنده. اونجا میشه اینجوری میکنه. چیکار داری میکنی؟ نه اصلا میدونی چیکار میخوری؟ بذار بهت بگیم حداقل. بلال اصلا این چی بلال بلال اون که اسم نونه. چین و ژاپن و کره و پاندای کنفوکا رو استاد چیفو تو معده من قاطی شدم. یه چیزی بپرسن احسان علاقه من نبودی به این غذا. پول داریم بخوریم دیگه. اصلا اشتباه خوردی؟ نه اشتباه دارم. اشتها داره مثلا مشکل داشت با این غذا مثلا ناچوز خیلی خوشمزه. غذا دوست نداشتی؟ داداش تو از کجا یاد گرفتی با چاپستیک کار کنی؟ یاد نگرفتم. اولین بارمه. بانون بخور سیر شد. عجب چی میده؟ خیلی خوشمزه. چه غذای پاندر یه روز یه کدومتون رو بهتون پیام میدم واسهتون کلیت میگم میارم اینجاش. محمد جان این چت تقدیم باش. مولتو. دمت گرم. یخم افتاد. کیمچی یه خورده تند. چقدر این سیزنیش خوشمزه. همه ژاپن میده. این سس اصلا رفتی به اون نداره. چیکار داری میکنی؟ اصلا همه اینا چه ربطی به تو داره؟ اصلا تو مگه نگفتی دوست نداری؟ خیلی درگیر اینم اصلا واقعا. میذاشتی من حداقل یک مصرار یه میکردی. غذای رو میز حیفه دیگه خدا رو خوش نمیاد بخوریم دیگه. تو خودش جونت ولی خب تو اونقدر بیمیل بودی آخه بی‌ربطه به قضیه. میخواستم بگم اسم قبل داره میافته که خب افتاد اصلا من بگم افتاد. سوشی که اصلا تا حالا نخوردم. الان میخوری. اصلا نمیدونم چی هست. اینو خوردی؟ جان این بهترینه. خیلی خوشمزه است. نه الان سوشی رو بده من. هنوز نخوردم. عجب چیزیه رو خیلی خوشگله سوشی ها. کاش که اجازه بدی بهت بگیم اونجا چی. احسان میرزاد اصلا انقدر حرفه‌ای زد از چاپستیک استفاده کنه پشمام ریخته. بابا این کاری نداره. اصلا اینقدر حالا من حالت عادی میخوام همین با این بخورم غذا. الارم با این بخورم. تو الان مشکل فهم من بود. بچه‌ها این میخوام به سلامتی شما. یه ماکارونی بخورم. چی؟ اون چه رونگ ماکارونی؟ ماکارونی. رونی که داشت بازیکن فوتبال بود. غذای پاندو کنفوکا خیلی خوشمزه است. من این محمد مولتوه. من بخورم. این قلبو بگی قلب منه برای همه مخاطبای. نفس بگیر احسان تو شما اصلا دوست تو اصلا نداشتی گفتی دوست غذا رو. نه. اصلا شامیگو میزنی؟ میوره. صدف خوردی؟ سلف اومدم بخورم دندونم درد گرفت. یعنی چی؟ چرا؟ مگه خودت کلا خوردی؟ چی بخور؟ باید این توشو بخوری. توش اصلا. احسان هود نکشا. میگم سفود. قاشق احسان اون اصلا نمیشه احسان نیست. داشت اصلا با این راحت تره با همین هم بشه. اصلا ما سنیم که با هم بخوری که احسان جان قاشق این چیه؟ احسان خیلی طعم عجیبی داره. خیلی خوشمزه است. طعم عجیبی صدف داره. خیلی خوشمزه است. احسان جان میخوای تعریف کنی طعمش رو برای مهرانه حداقل؟ اصلا نمیتونم تعریف کنم تا حالا نخوردم. تو مزه رو که دوکبوکی میخوام. مزه تو مثلا یه چیز میخوری میگی این مزه شبیه اینه. این شبیه چی نیست. شبیه خودش شبیه صدفه. 5 تا طعم اصلی داره. داشت طعم صدف میده. صدف تا حالا نخوردی؟ عقب مونده. من که خوردم. منم خوردم. تو که خوردی؟ همین الان. به این چیه؟ اینو من نخوردم فقط. این واسه این مستوه؟ این چیه اینا؟ چیه با خورد اینا؟ قربون دارم. اینجا چاقو گذاشتن. چرا انقدر شوله؟ بده. ممنونم. اجازه بده. اون در بیار
چند درد بفهم. ممنونم مرسی. بذار من میگیرم. این چیه؟ این بشقاب فرانسویه، یکی سینه چیه؟ مرغیه که مرینیت فرانسوی داره. من خل شدم. از اون داره شامگو دیده بودی؟ از شامیگو رو من ببینم چیه. شاید آدم داره چقدر خوردن. گرونه اون؟ این باید باز کنیم دیگه ها؟ سلطان باید باز شه. شاه دیگه. عجب چیزی حاجی. من این که گفت مثلا تازه میگو این اصلا نگفت من هیچی نمیخورم. میرم املت میخورم بذار اینجا. خدا سر شده حق داشت شاه بشه. خیلی خوشمزه. خیلی خوشم داره به من خوش میگذره. خوشم به حساب میزدم خوش میگذره من مطمئن. نه دی اصلا من نمیتونم این غذا رو بخورم. خدا سر شده به خودت من نمیام دیگه. من اینجا نیام. آها اصلا نمیتونی بخوری. اصلا نه، دلت اصلا- پای نمیاد. رویات من خیلی سازگار نیست به خدا. خدا اصلا سر دوست شده. نداری. توش اذیت میشه. به قرآن مجید من یه خورده اصلا بعد اینجا باید برم املت بخورم. آره خب چرا همچنان میخوری؟ من حس می‌کنم اصلا تمرکز ندارم رو غذا. بذار من من یه لحظه بذار من شما رو روشن کنم. من اصلا اجازه بده. اومدم اینجا که غذا بخورم کجا؟ اما شما هم غذا رو دارین میخورید. غذای خوبیه. جای با کلاسیه. غذاها خاصه. از سر تا سر دنیا. من آدم این غذاها نیستم. ممنونم. آقا من خیلی خوشمزه است. آدم غذا خیابونی نیستم ولی به خاطر تو میام و میخورم همراهی میکنم. تو گوه میخوری نیای. آقا این چه طرز رفاقت این چه طرز آداب رسوم و معاشرته؟ بابا همه آدما تو خونشون غذا خیابونی هست. تمام دیکتاتورها سقوط میکنن تو هم سقوط میکنی دیکتاتور نباش. من تنام میبرم همه رو با خودم میندازم پایین. همه رو چی؟ اصلا امکان نداره. اینو به من بده این. سوشی زده. حس می‌کنم داری همه چیمون رو خراب می‌کنی. ببین این سوشی سلمون سس باید بزن توی سس. اجازه بده من چه اول. سسیه بده من سس. آقا اون میگو سوخاری داره داخلش به اضافه سلمن دودی. دو نوع سوشی ها. این سوشی هم هست. سلمن فاکشه تو اصلا چی میدونی؟ آقا بذار من توضیح بدم چجوری خوبه. درسته. سویا سسه. چه سویا؟ سویا سس. سویا تو ماکارونی میریزن این تو سسشه؟ ماکارونی نه ماکارونی. خدا سرش اون خیلی خوشگله چه سس میگیرن ازش. به قرآن معدم تعجب کرده. پشما شیخته. احسان جان این سوشی هم یه امتحان کن دو ببینم. نوع. این یه نوع دیگه است. تو که اصلا سوشی دوست نداری عالی شد. مورینگی یا چرا خراب کردی؟ بیا چرا کاملش من با چنگال نمیخورم سوشی. بیا بزن داخل. اصلا با چنگال اصلا با چنگال نمیتونم. کامل بردارید جناب. بیا بعد بیا بردار دیگه. اینجا بردار. دی کلاس بدبخت چرا با چنگال سوشی میخوری؟ من بهت گفتم بلد نیستم با اون دیگه عجب. کلاسیه خاک تو سرت بده من اینو بابا. دار میگن شام اصلا ما رفت. این کامل اینو بردار. اینو بردار اصلا. با اینو بعد بریز زدی من سوشی بعدی که میگیری میدول باشه. چی باشه؟ چی استیک چی میگن؟ ولدان؟ نگو مید رنج؟ این 5 تا حالت تب داره اگه گفتی 5 تا من به جایزه میدم مثلا که اونو خیلی دوست داری نه؟ چیه؟ اونو بعد نداشت هیچ کدوم بد نی. نگفتم بعده میخوام بهت یه آفر بدم بله. میخوام بهت بگم که 500 تومن بهت میدم خب تو این همه سوشی ها رو بخور 500 بهت میدم اونو دیگه نخور هیچ وقت مواد تو سوشی ها رو خالی نخوریم. چه این کار کردی؟ تو به یک اثر هنری تجاوز کردی همین الان. کی مدافع سوشی شد؟ عمو با شما 500 بهت میدم دیگه دو کوپی نخور خب چرا؟ هم وا شده. نخور دلم میخواد که نخوری بس دیگه من بخورم دارم هزینه‌ام میکنم بابتش تو کی هستی 500 تومن باز من میگی چی میگه؟ 500 یا دایی با اون 500 تومانی که ایشون قراره بده برو یه دیگه اینو سفارش بده 20 نفر. ای بابا بعدی اینه که حجم غذا زیاد نمیشه مثلا قاشق رو بگیری همزه بیل بار میزنی توش تو این محدودیت داری. این ممنون یه دونه آیتم سفارش میدم ها؟ بله سیب زن احسان تنها میزن داداش اینم بنداز یه تناب بهت میدم اینم بنداز دور گردن آقا این بگیر میگم میخوای باکس بگیریم برات ببریم واسه؟ نه بریم خوشش نمیومد از غذا و اینو برم حرام میشه رژیم پول نمی بخوره بهترین غذا